رئیسان چند جماعت نویه رشت به شرط نبردن نامشان در صحبت با پایگاه خبری بامداد از پیوسته از آنها به هر بهانه پول یا یگان محصولات کشاورزی طلب کردن رئیس این نویه رحیم جان مقیمی شکایت کردند. آنها خبر دادند که بهانه نوی روزهای فرهنگی جمهوری تاجیکستان در شهر شمکند قزاقستان شده است. این چاره‌بینی باید از 26 تا 28 اوگوست سال 2023 برگزار شود و نویه رشت نیز باید در این چاره‌بینی اشتراک کند. رئیسان جماعت ها میگویند خراجات این معرکه بر اساس قرار حکومت باید از حساب مبلغ‌های بقیه آزاد بودجه نویه پوشانده شوند، اما رئیس نویه رشت رحیم جان مقیمی رئیسان جماعت ها را دعوت کرده آنها را مجبور کرده ایستاده است که برای گذراندن روزهای فرهنگی تاجیکستان در شمکند باید به مقدار 15 تن کارتوشکا، 20 تن میوه، 10 تن عسل، 10 نمونه محصولات هنرنمایی مردمی از قبیل کت کلان، 100 دانه توقی گلدوزی که نرخ هر کدامش از 200 سومونی کم نیست جمع آوری کنند. ارزش عمومی محصولاتی که از آنها طلب کرده می شود به گفته رئیسان نوروزی جماعت های نویه رشت کمش 1 میلیون سومونی را تشکیل می دهد. آنها می گویند این محصولات را باید یا از حساب خود جمع بیارند و یا مثل رئیس نویه رئیسان محله ها و صاحبکاران ساکن جماعت خود را دوله بندند و یا ناچار دست به کروپچه زده یگان قطعه زمین و یا یگان انشاءات را بفروشند. رئیسان جماعت های نویه رشت می گویند ما را رئیس نویه مجبور کرده ایستاده است که به مبلغ 1 میلیون سومونی مال و محصولات گفته‌اش را جمع آورده بسپاریم. این در حالی است که ما به این هم به بوی منصبداریمان در درون قرض غوطیده ایم. از تمام مغازه‌های گرد و اطراف قرضدار شدیم، دیگر نمیدانیم از کجا یا از که قرض گیریم. این چاره‌بینی در شمکند با سپارش رهبریت دولت باید از حساب مبلغ‌های بقیه آزاد بودجه نویه گذرانیده شود. رئیسان جماعت‌ها میگویند مبلغ‌هایی که از حساب انداز به نویه درآمد میشوند تا امروز زیاده از 17 میلیون سومونی را تشکیل میدهند، ولی یگان درهم مبلغ آن در انشاءات نویه صرف نمیشوند. انشاءات جشنی از طرف صاحبکاران نویه ساخته میشوند. مبلغ‌های جمع شده معلوم نیست که به کجا می روند. نام رئیس کنونی نویه رشت رحیم جان مقیمی امسال در رابطه با 2 پرونده پرسر و صدای پاره‌خوری منصبداران زیردشتش رسانه ای شد. ماه ینور سال 2023 رهبر دستگاه او خال محمد ارتیقوف با اتهام گرفتن $10,000 پاره دستگیر شد. گفته می شود که او به این مبلغ منصب مدیر معارف نویه رشت را فروختنی بوده است. برخی منابع گفته بودند که با اتهام دست داشتن در گرفتن این پاره خود رحیم جان مقیمی نیز بازداشت شده بود، ولی با میانروی پشتیبان‌های پرنفوذش زود آزاد شد. همچنین ماه سال 2023 رئیس کمیته زمین نویه رشت علی مردان جباروف از سوی کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی با اتهام غیر قانونی فروختن قطعه‌های زمین و گرفتن و دادن پاره دستگیر شد.